ائمه معصومین علیهم السلام، مخصوصا صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات عنایت بفرمایید. جهت تعجیل در فرج مولا امام الزمان علیه السلام، خوشنودی قلب مطهر اون حضرت، شادی ارواح طیبه شهدای گلگون، کفن و گمنام وطن و مردم ما، خوشنودی ارواح اموات مؤمنین مؤمنات، گذشتگان از این جمع، ذوی الحقوق و ذوی الارحام، صلوات دیگر عنایت بفرمایید. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله آل الله واللعن علی اعداء الله من الآن الى لقاء یوم رحمت الله. و بعد، قال الله تبارک و تعالی فی کتابه و هو اصدق الصادقین. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. عرض تسلیت و تعزیت دارم. ایام و دهه سوگواری و عزاداری صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها و سال روز شهادت اون حضرت را و پیشگاهی ولی امر حجت ابن الحسن العسکری صاحب عزای اصلی محفل ما عجل الله تعالی فرجه الشریف، امت اسلامی، شیعیان داغداری اون حضرت و به محضر مراجع عظام تقلید، به خصوص مرجع اعلم و اعلای جهان تشیع حضرت آیت الله العظمای فیاض دام ظله العالی، و شما عزاداران، بانیان این محفل، فضلا، اساتید و بزرگان، در فرصتی که در محضر شما هستیم، با اعتذار از اساتید محفل و فضلای محفل و شما مؤمنین، حول محور شخصیت برازنده و برجسته و گل سرسبد نظام خلقت و آفرینش و در منظومه عصمت از اهل بیت اطهار علیهم السلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب، همون شعر را که نسبت به امیر المؤمنین علی علیه السلام گفتند و به حق گفتند، دقیقاً همون شعر با همون مضمون در مورد شخصیت شخیص حضرت زهرا سلام الله علیها و ابعاد وجودی و فضائل بیشمار اون حضرت دقیقاً
تطبیق میکند و مصداق کاملش هست که کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست، که تر کنم سر انگشت صفحه بشمارم. در یک محفل اینچنینی با فرصت محدود و ناتوان و هیچ مدانی مانند حقیر، هرگز حق این شخصیت شخیص ادا نخواهد شد. ما پیش از پیش اظهار عجز میکنیم و پیشگاه این شخصیت و دردانه هستی. و اینجاست که مظهر آفرینش حضرت حق در درجه اعلاش شخصیت مانند حضرت زهرا سلام الله علیها است که دقیقاً میتوان گفت که فتبارک الله احسن الخالقین. این معجزه آفرینش و معجزه خلقت است که یک چنین موجود را بیافریند در عالم هستی. خب با این مقدمه و اظهار عجز و ناتوانی در پیشگاه اون حضرت و اعتذار از اون حضرت و شما عزیزان، در چند محور این بحث را خدمت شما به صورت کوتاه سعی میکنم داشته باشم، هرچند حق این بحث ادا نمی شود و تمام این محورها ظرفیت بحثای کلان در حد چندین مجلد کتاب و آثار متعدد دارد. جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها در قرآن کریم، جایگاه و عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها در خاندار رسالت و از منظر پدر بزرگوارش حضرت پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها در میان فرزندان معصومش ائمه هدا علیهم السلام که اینا چه نگاهی به حضرت زهرا داشته‌اند و چه تصویری از حضرت زهرا ارائه داده‌اند و چه جایگاهی برای مادرش قائل بوده‌اند. و در پایان این که حضرت زهرا سلام الله علیها چه گره از کار فرو افتاده ما باز میکند، با همه فضائل و کمالات بیشمار و جایگاهی برینی که حضرت زهرا سلام الله علیها دارد، به درد امروز ما و چه درد از انسان معاصر امروز درمان و دوا میکند. این محور آخر است که خدمت شما اشاره خواهیم داشت. اما حضرت زهرا سلام الله علیها از منظر قرآن کریم در اینجا فقط به رؤوس و عناوین کلی اکتفا میکنم و اشاره میکنم و جای بحث در ذیل این عناوین نیست. حضرت زهرا سلام الله علیها در کتاب آسمانی قرآن کریم چون آفتاب می درخشد. در هر جایی که سخن از اهل بیت باشد، آیات شریفه قرآنی ناظر به اهل بیت باشد، اونجا حضرت زهرا سلام الله علیها در کنار پدرش و همسرش و یکی از خمسه طیبه هست.
و جدا از اون یک سوره مبارکه در عین اختصار فوق‌العاده پرمحتوا و عمیق که بیانگر ابعاد شخصیت اون حضرت الی یوم القیامه هست نازل شده است. بنابر نظر بسیاری از مفسران که در کنار همه تفاسیر و دیدگاهایی که در ذیل این سوره مبارکه مطرح فرموده‌اند، یک تفسیر مشخص و شاخص و مصداق شاخص کوثر در سوره مبارکه کوثر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است و قرائن و شواهد نیز مؤید بر این تفسیر است. از عامه و خاصه این را مطرح فرمودند. فخر المفسرین امام المشککین مرحوم فخر رازی و سایر مفسران مطرح فرمودند که مراد از کوثر فاطمه زهرا سلام الله علیها است و جو و شرایط زمانه هم همین ایجاب میکرد که این سوره نازل بشود، چون حضرت پیامبر گرامی اسلام مورد طعن مخالفان قرار گرفته بود که نسلش منقطع است و در پاسخ این اتهام سوره شریفه کوثر نازل گردید که نسل شما از هر نسل دیگری با برکت‌تر، جاودانه‌تر، ماندگارتر تا روز قیامت خواهد بود. و امروزه می‌بینیم که این نور کوثر کل جهان اسلام را درخشان کرده است و می‌درخشد. نسل حضرت زهرا علیه السلام 11 امام معصوم اولین برکت این کوثر است و این منبع جوشان فیض الهی هستند. بر فضیلت زهرا همین بس که 11 امام معصوم از ذریه اون حضرت است که در جهان اسلام نمونه و نظیر ندارند و همه مذاهب اسلامی زانوی ادب در پیشگاه اونها خم نموده و کرنش نموده، تعظیم نموده و تلمذ و شاگردی نموده اند شخصیت ها، بزرگان، رهبران مذاهب اسلامی. این بالاترین فضیلت است و کوثر عملی است. از اون که بگذریم، میراث‌های گرانبهایی از اون حضرت به جا مانده است در قالب خطبه‌ها، در قالب روایات، در قالب سیره، در قالب الگوهای مختلف تا روز قیامت نقشه راهی برای هر مسلمان است. تابلوی زندگی است، سبک زندگی سالم را برای همه امت اسلامی و شیعیان خودش حضرت ارائه داده است. این بخش دیگر از این کوثر است. نسل ذریه با برکت اون حضرت با توجه به عدد کمی که در مجموع امت اسلامی دارند، اون برکات، اون فضائل، اون خدمات، اون حضور گسترده و سراسری در همه ابعاد تمدن، فرهنگ و علم و دانش در تاریخ اسلام که داشته‌اند قابل قیاس با هیچ تیره و تباری نیست، مگر نسل زهرا سلام الله علیها در بدنه امت اسلامی به لحاظ عدد و آمار چی عدد را فرا میگیرد؟ حالا آمار دقیق ما نداریم، ولی شاید به 10% برسد، شاید به 5% در مجموع امت اسلامی برسد. ولی برکات این نسل در طول تاریخ، یعنی اگر برابری با اون 90%
باقی اعضای امت اسلامی نباشد کمتر نیست. اگر بیشتر نباشد یا برابر نباشد، نقش فوق‌العاده‌ای در تاریخ اسلام، در مدنیت و تمدن درخشان اسلام در همه فرازها و مراحل تاریخی داشته‌اند. مؤلفان، محققان، رهبران، مراجع تقلید از قدیم و جدید، قدما و متأخرین، می‌بینیم که از این نسل با برکت در تاریخ اسلام می‌درخشد و در تمام کشورهای اسلامی زینت امت است و افتخار و سربلندی امت است. باعث ترویج شریعت بوده‌اند. مبین و مبلغ و ضامن شریعت بوده‌اند. این مظهری از این کوثر است. که قرآن در قالب یک سوره بسیار کوتاه و فشرده و عمیق و پرمحتوا این کوثر را معرفی فرموده است. از این که بگذریم، آیات شریفه قرآنی هر جا سخن از اهل بیت است نام زهرا می درخشد. در آیه مباهله اسم حضرت زهرا می درخشد. نساءنا و نساءکم، مظهر بارز نساءنا در آیه مباهله حضرت زهرا سلام الله علیها است. در آیه تطهیر اسم حضرت زهرا می درخشد. در سوره هل اتی نام مبارک حضرت زهرا می درخشد. خمسه طیبه 3 روز پیاپی روزه گرفتن و اون افطاری اندک خودش را 1 روز برای یتیم، 1 روز برای یسیر، 1 روز برای مسکین دادند و 3 روز گرسنگی طاقت فرسای را تحمل کردند. برای چی؟ انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. این گرسنگی رو تحمل کردیم، 3 روز پی هم روزه گرفتیم. خمسه طیبه، پیامبر گرامی اسلام علی ابن ابی طالب علیه السلام، فاطمه زهرا و حسنین علیهم السلام. و فقط ما رضای الهی را میخواهیم. ما هیچ پاداش از شما نمیخواهیم، حتی کمتر از اون 1 تشکر هم نمیخواهیم. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. نه از شما پاداش میخواهیم، نه از شما 1 تشکری خشک و خالی میخواهیم. هیچ انتظاری نداریم. فقط انما نريد وجه الله، انما نطعمكم لوجه الله على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. على حبه یعنی یا در مسیر محبت خدای سبحان، فقط غرضش رضایت و جلب محبت خدای سبحان است، یا با توجه به اون محبت و دوستی و علاقه‌ای که به این غذا دارن، به این افطاری دارن. یک انسان گرسنه در اوج گرسنگی قوت لایموت را برایش مایه حیات است. علی حبه، با همه محبت و علاقه‌ای که به این قوت لایموت دارد که زندگیش به او وابسته است، ولی از این میگذرد، در راه خدا میدهد. اینجا حضرت زهرا میدرخشد. و در آیه تطهیر اونجا حضرت زهرا میدرخشد. و هر جایی که اشاره‌ای، تصریحی نسبت به ائمه علیهم السلام و معصومین در قرآن کریم باشد، نامی حضرت زهرا اونجا می درخشد. و بعد از پیامبر حضرت زهرا، در مجموعه اصحاب کسا محور حضرت زهراست سلام الله علیها. خب حالا این بحث درازدامنی هست، مبسوط است. فرصت برای شمارش آیات و اشاره به آیات شریفه نیست. بحث که هیچی، فقط اگر اشاره کنیم به آیات شریفه‌ای که ناظر به
جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها است، فرصت برای اشاره اونها هم نیست، چه رسد که در ذیلش بحث صورت بگیره. به همین اشاره در این محور اکتفا میکنم. اما جایگاه حضرت زهرا در نزد پدر بزرگوارش حضرت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اینجا با استفاده از چند نص و روایتی که فریقین این را نقل کرده است، از باب تبرک و تیمم عرض میکنم که یک اشاره هست و اگر قرار باشه این روایات و این نصوص جمع شود، خودش یک کتاب خواهد شد که پیامبر گرامی اسلام چه نگاهی به این دختر و یگانه یادگار خودش داشته، چه توصیه هایی نسبت به ایشان داشته است و چه سفارشاتی به مردم و امت نسبت به دخترش و یکتا نازنین دخترش داشته است. دو تا روایت را از ام المؤمنین عایشه خدمت شما عرض کنم که او شاهد اون محبت و جایگاه و عنایت پیامبر گرامی اسلام به یگانه دخترش بوده است. و از این قبیل روایات باز هم ما داریم. عایشه میگوید ما رأیت احدا کان اشبه سمتا ولا هدیا ولا دالا برسول الله عن فاطمه کرم الله وجهها. من در خاندان نبوت در میان همه اعضای خانواده از نساء پیامبر، فرزندان، نوه‌ها و اولادای حضرت، کسی را شبیه‌تر از جمیع جهات به پیامبر گرامی اسلام از حضرت زهرا سلام الله علیها نیافتم. می‌فرماید کانت اذا دخلت علیه، حالا اون ادبیات رفتاری که حضرت پیامبر نسبت به دخترش حضرت زهرا در مجالس محافل دارد. حضرت چه احترام فوق العاده‌ای به دخترش حضرت زهرا دارد، چه تعظیمی، چه تجلیل با شکوهی از او در نشست و برخاست و در اون ادبیات رفتاری خودش نشان می‌دهد. شیوه و رویش حضرت را عایشه بیان می‌کند. کانت اذا دخلت علیه، هرگاه زهرا وارد بر پدر میشد، قام الیها، راست قامت به احترام دخترش بلند میشد. مقام نبوت است، مقام رسالت است، اندک مقام نیست در مقابل یک دختر با تمام قامت بلند می شود. فاخذ بیدها، دست دخترش را می گرفت و قبلها، و او را می بوسید، و اجلسها فی مجلسه، دخترش را با کمال احترام در جایگاه خودش می نشاند و او را تعظیم و تکریم می کرد. اما از این طرف این ادب پدر است در برابر یک دختر. ادب دختر را ببینید، دختر چه ادبی دارد. عایشه میگوید و کان اذا دخل علیها، هرگاه پدر و پیامبر واردی بر دختر میشد، دقیقاً همین کار را دختر انجام میداد. قامت الیه، حضرت زهرا تمام قامت در راه پدر بلند میشد، به احترام پدر بلند میشد. فاخذت بیده، زهرای مرضیه دست مبارک پدر را میگرفت. فقبلته،
دست پدر را میبوسید و به چشمانش میگذاشت و اجلسه فی مجلسها و او را در جایگاه خودش مینشاند. همون ادب، همون تکریم، همون احترامی که پدر دارد، همون را دختر در برابر پدر دارد. این نشانی، جایگاهی فوق‌العاده و بی‌نظیری فاطمه زهراست در نزد پدر بزرگوارش. و این فقط یک رابطه عاطفی نیست، اینو باید توجه کنیم. یک وقتی ممکنه تصور شود که طبیعی هست دیگه، دختر پدرش رو دوست دارد، پدرم دختر خودش رو دوست دارد. معروف است که دختر باباییه. دختر به طبق معمول و متعارف بیش از اون تعلقی که به مادر دارد و پدر دارد، یک چیز طبیعی است. ولی نه، این رابطه بین پدر و دختر فوق این رابطه عاطفی است، فوق این رابطه طبیعی است. این حکایت از راز و رمز دیگری دارد و این عظمت جایگاهی بی‌نظیر حضرت زهرا سلام الله علیها را در نزد پیامبر گرامی اسلام نشان می‌دهد. روایت دیگری باز از ام المؤمنین عایشه برای شما بخونم. عایشه میگه که کان مشیتها مشیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم. امو رقمی که در او حدیث جلوی قبلی عایشه همین مطلب را گفت که کان اشبه الناس، اشبه الناس من جمیع الجهات. میگه راه رفتن حضرت زهرا، گام برداشتن حضرت زهرا، نشستن حضرت زهرا، بلند شدن حضرت زهرا، برخاستن از محفل، اشبه الناس به رسول الله. در حرکات کوچک و عادی خودش نیست حضرت زهرا شبیه به پیامبر گرامی اسلام، انگار نبی خدا بلند میشد و می نشیند و راه می رود. فقال له النبی، وقتی پیامبر به دخترش نگاه می کرد بهش می فرمود مرحبا به ابنتی، بارک الله، ماشاءالله به دختر من. ثم اجلسها عن یمینه او شماله، در چپ و راستش می نشست، یعنی زهرا را در ناحیه راست خودش یا در ناحیه چپ خودش می نشان. ثم اسرها حدیثا، به اون نجوا میکرد حدیث را که فقط زهرا مخاطبش بود و کسی دیگر نمیشنوید. و این چه رمز و رازی بود که حضرت پیامبر به دخترش منتقل میکرد؟ مخفیانه و نجواگونه با دخترش سخن میگفت. این بیان عایشه هست. فبکت، عایشه میگه من ناظر صحنه بودم. پیامبر حضرت زهرا سلام الله علیها را در جانب یمین یا یسار خود نشان، با او زمزمه کرد پنهانی و مخفیانه و فقط زهرا شنید. اما بلا فاصله بعد از این زمزمه و نجوا بکت، زهرا اشک ریخت، زهرا گریه کرد. فقلت لها، عایشه میگه من به زهرا عرض کردم، گفتم استخصک رسول الله، رسول الله صلی الله علیه و آله حدیثه. اللهم صل علی محمد. پیامبر گرامی اسلام مورد توجه ویژه تو را قرار داد و سخن پنهانی که راز و رمز است با تو گفت. این تاج افتخار است. این گریه ندارد. زهرا چرا گریه میکنی؟ خدا پیامبر تو رو مخصوص خودش قرار داد. اون سخنی که با احد نگفت با تو میگوید. بعد با این جایگاه، با این عظمت، با این سخن رمزآلودی که پیامبر به تو گفت بازم گریه میکنی؟ ثم تبکین، علامت سوال است. خوشحال باشی. ثم انه اسر لها فضحکت. باز عایشه ادامه میدهد، میگه پیامبر گرامی اسلام با دخترش سخن گفت، بازم سخن نجواگونه، رمزی و پنهانی و مخفیانه.
اما زهرا این بار متبسم شد. در بار اول گریان شد، در بار دوم زهرا متبسم شد. فضحکت فقلت ما رأیت کالیوم فرح اقرب. من به زهرا گفتم که امروز فرح اقرب و بهتر از این در تو ندیدم. زهرا جان، یک تغییر و چرخش 180 درجه‌ای، این خوشحالی که امروز در سیمای مبارکت دیدم، بعد از اون گریه من چنین خوشحالی در تو تا حال ندیده بودم. سرش چیست؟ فقالت، زهرا در پاسخ میگوید، طبق یک روایت دیگه که من قبلا دیده بودم، میگه عایشه این رو بعد از مدت‌ها افشا کرد. یعنی چی؟ یعنی گفت که من از زهرا سوال کردم، در اون محفل نگفت، در جای دیگر با تأخیر به من گفت، ولی طبق این روایت همون جا به جا حضرت زهرا جوابش را فرموده. فقالت انه اسر لی. فقالت، حضرت پیامبر گرامی اسلام در خبر اول، در اون نجوای اول به دخترش پیام رحلت خودش را داد. خب فقال، یعنی حضرت با من سری سخن گفت. اسر لی. فقال ان جبرائیل علیه السلام کان یعارضنی بالقرآن فی کل عام مرة و انه عارضنی بها لعام مرتين. من یک نشانه رفتن دارم زهرای من، و اون نشانه این است که در طول سنوات نبوت من خداوند قرآن را یک بار به من عرضه میکرد، یعنی مجموع قرآن را، جدا از اون که آیات به شکل در قالب آیات نازل میشد، هر سال خداوند قرآن را بر وجود من یک بار عرضه میکرد. ولی امسال متفاوت است. امسال خداوند توسط جبرائیل قرآن را بر من 2 بار عرضه کرده است. حضرت زهرا پیام را گرفت که یعنی سال آخر عمر من است و این نشانه این است که من دیگه در میان امت نیستم. ولا اراه الا قد حضر اجلی. خب میگه من دیگه جبرائیل را ندیدم، نمیبینم تا زمانی که اجلم فرا برسد. آخرین ملاقات من با جبرائیل همون لحظه ای هست که قرآن را بار دوم بر من عرضه نمود. زهرا اینجا گریه میکند و حضرت یک مژده هم میدهد، میگه و انک اول اهلی لحوقا بی. زهرای من، تو از میان خاندان من اولین فردی هستی که به من ملحق خواهی شد. زهرا گریه میکند. و نعم السلف، و چه نیک سلفی هستم من. زهرا میگه که فبکیت لذالک. در پاسخ عایشه میگه من با این جمله‌ای که پدرم به من فرمود که خبر از رحلت خودش داد و از لحوق من به پدرم داد گریه کردم. اما رمز و سر خنده و تبسم زهرا چیست؟ زهرا میگه که ثم قال، پدرم به من فرمود دخترم، حالا که من گریه کردم حضرتم منقلب شد که دخترش گریه کرد، ولی یک مژده داد به دختر. اون مژده باعث شد که چهره حضرت زهرا متبسم و خندناک شود، خوشحال شود. الا ترضین ان تکون سیدة نساء العالمین. دختر من، آیا نمیخوایی که در روز قیامت یا همین الانش سیده نساء این امت باشی؟ سیدة نساء هذه الامه او سیدة نساء المؤمنین، یا سیده زنان مؤمن در میان امت باشی. دوست نداری زهرا دخترم؟ حضرت یک مژده داد و چهره دخترش را خندان کرد. اون
گریه تبدیل به تبسم شد. حضرت زهرا می‌فرماید که من فضحکت. این را مسند احمد در مسند خودش نقل می‌کند. این بیانگری جایگاهی بی‌نظیر حضرت زهرا سلام الله علیها در پیشگاهی پیامبر گرامی اسلام است. حالا ما روایات دیگری در جوامع روایی شیعی الا ماشاءالله داریم. این دو نمونه را از زبان عایشه به عنوان راوی که مورد قبول هست در فضیلت و جایگاه حضرت زهرا و منزلتش در پیشگاه پدرش خدمت شما عرض کردم که حضرت زهرا یک چنین شخصیتی برازنده و درخشانی دارد در خاندان نبوت. اما بحث بعدی جایگاه حضرت زهرا در نزد ائمه معصومین و فرزندان اون حضرت. اینجا کوتاه عرض میکنم. اولا حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از پدرش یا شاید بعد از پیامبر گرامی اسلام شاید پدرش محبوب ترین خلق خدا در پیشگاه ائمه معصومین علیهم السلام است. ائمه احترام فوق العاده به مادرشان زهرا دارند. شنیده اید که میگه وقتی حاجتی دارید متوسل به یکی از ائمه میشوید، مخصوصا حضرت حجت سلام الله علیه عجل الله تعالی فرجه الشریف. اونا به مادرش زهرا قسم که اونا فوق العاده به مادرشون زهرا ارادت دارد، محبت دارد. امام را بپیچانید به دامن مادرش زهرا. اگر ما نالایق باشیم، شایسته اجابت نباشیم، ولی مادرش زهرا را خیلی دوست دارد و ما مادرش زهرا واسطه عنایت ائمه معصومین قرار میدیم. اینقدر زهرا در پیشگاه فرزندان معصومش و ائمه معصومین جایگاه و منزلت دارد. و تعبیر دیگر که ائمه به کار برده اند، ائمه اطهار علیهم السلام شاگردان مستقیم مادرش زهراست. همه ائمه کم یا زیاد یکی از منابع علمیشان مصحف فاطمه زهراست. اینا در بیاناتشون دارد که این را ما در مصحف مادرم زهرا دیدم. از حسنین بگیر تا حضرت حجت، اون مصحف به عنوان میراث و رمزی انحصاری در نزد ائمه معصومین علیهم السلام هست. و اون مصحف از کجا آمده است؟ اون مصحف القای مستقیم جبرئیل است با شواهد روایاتی که داریم. این شبهه پیش نیاید که جبرئیل وحی میکرد، وحی تمام شد. بله، وحی تشریعی تمام شده. اون وحی مصطلح که تشریعی باشد او تمام شده. با موت پیامبر و رحلت اون حضرت دیگه وحی پایان یافت. اما وحی غیر تشریعی و تسدیدی اینا ادامه دارد. این وحی برای ائمه معصومین علیهم السلام هم می شود. همون ملک مقرب، همون جبرئیل یا هر ملک مقرب دیگر واسطه ارسال این وحی است. ما در روایات داریم که جبرئیل مستقیم نازل میشد با وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها و به او القا میکرد، وحی میکرد، مطالب عالیه را بهش میفرمود و بیان میکرد. حضرت زهرا هم میشنوید و حضرت امیر املا میکرد. حضرت زهرا به حضرت علی میگفت که من این وحی را تلقی میکنم و تو املا کن، اینو بنویس، کتبی کن. حضرت علی اینجا هم کاتب وحی است. در اون وحی تشریعی هم حضرت علی کاتب وحی بود. در این وحی که به حضرت زهرا نازل میشد غیر تشریعی، اینجا هم حضرت زهرا وحی را تلقی میکنه و حضرت علی کاتب وحی است، املا میکرد این را.
اینو ما در روایات داریم. و همه ائمه اطهار علیهم السلام شاگرد مستقیم مادرش حضرت زهراست با استفاده از اون مصحف. همه فرمودند که در مصحف مادرم زهرا این مطلب آمده است. نکته سوم را عرض بکنم که جایگاه حضرت زهرا را در برابر ائمه معصومین نشان می‌دهد. روایت از امام حسن عسکری علیه السلام است که حضرت فرمود نحن حجج الله علی خلقه یا علی عباده و امنا فاطمه حجت الله علینا. ما معصومین ائمه حجت خدا بر مردم هستیم و در روز قیامت ما حجت میشیم برای ثواب و عقاب و مادر ما زهرا حجت بر ماست، یعنی فوق ائمه معصومین است. اینجا این سخن پیش نیاید شبهه که خب حجت باید امام باشد یا نبی باشد. فاطمه زهرا نه نبی هست و نه امام است. بله، حجت، دلیل اصلی حجت نبوت نیست، امامت نیست. اون نکته اصلی که در حجیت نهفته است و در حجت بودن زهرا نهفته است معصوم بودنش است. حضرت زهرا عصمت مطلقه دارد و هر معصوم مطلق حجتی بر بندگان خداست و حجتی بر حجج الهی است. هرچند نبی نیست، هرچند که امام هم نیست. این سخن بنده این رو از زبانی مفسر، فقیه عالی قدر و عارف اهل دل حضرت آیت الله جوادی آملی خدمت شما عرض میکنم. ایشان این نکته را میفرماید که رمز حجت بودن حضرت زهرا نه نبوت است نه امامت، بلکه رمزش عصمت مطلقه هست و اون احاطه و اون هیمنه‌ای که حضرت زهرا سلام الله علیها بر فرزندان خودش دارد، چون شاگردان حضرت زهرا هستند. این جایگاهی حضرت زهرا در نزد ائمه معصومین علیهم السلام. من در پایان عرایزم شاید به اون بخش دیگر نرسم. حیفم آمد، دریغم آمد که این شعر بلند اقبال را برای شما در پایان عرایزم به عرض نرسانم. من در بین اشعاری که در شأن حضرت زهرا و جایگاه حضرت زهرا شعرای امت از قدیم و جدید سروده است شعر فاخرتر از این ندیدم. شاید هم باشه ولی من ندیدم. از یک شاعری که تقریبا معاصر است و از اهل برادران اهل سنت ما هستند. چقدر بلند سروده است. روح اقبال شاد با این سروده و یک مطمئنم که مورد شفاعت و نگاه و عنایت حضرت زهرا و اهل بیت با این شعر بلندش قرار خواهد گرفت. یک مقایسه جالب میان مریم و حضرت زهرا علیه السلام انجام میدهد. میگه مریم کجا؟ حضرت زهرا کجا؟ خیلی بینشان فاصله هست. مریم از یک نسبت عیسی عزیز، از سه نسبت حضرت زهرا عزیز. این سه نسبت را اقبال توضیح میدهد به علاوه فضائل دیگر. نور چشمی رحمت للعالمین که پیامبر فرمود زهرا قرة عینی، آن امام اولین و آخرین، آن که جان در پیکر گیتی دمید، روزگاری تازه آیین آفرید، بانوی آن تاجداری هل اتی، همسر ولایت، اونجا دختر نبوت بود، مرتضی مشکل گشا شیر خدا، پادشاه و کلبه ایوان او، یک حسام و یک زره سامان او، مادری آن مرکز پرگار عشق، مادری آن کاروان سالار عشق، مادر امامت، دختر نبوت، همسر ولایت، مادر امامت. آن یکی شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم،
تا نشیند آتش پیکار و کین، پشت پا زد بر سر تاج و نگین. اشاره به امام حسن مجتبی علیه السلام و پدیده صلح دارد. وان دیگر مولای ابرار جهان، قوت بازوی احرار جهان. در نوای زندگی سوز از حسین، اهل حق حریت آموز از حسین. این یادگار حضرت زهراست. سیرت فرزندها از امهات، فرزند کوپی و الگوی مادر است. سیرت فرزندها از امهات، جوهر صدق و صفا از امهات. مزرعه تسلیم را حاصل بطول ثمره توحید است. مادران را اسوه کامل بطول، بهر محتاجی دلش آنگونه سوخت. با یهودی چادری خود را فروخت. این یک فضیلت دیگری حضرت زهراست. نوری و هم آتشی فرمانبرش، گم رضایش در رضای شوهر است. و اینی که جن و ملک فرمانش را میبرد، گم رضایش در رضای شوهرش. از بس حسن تبعل و شوهرداری دارد، رضای خودش را در رضای شوهر میبیند. آن ادب پرورده صبر و رضا، آسیا گردان و لب قرآن سرا. دستش در آسیاب است، دستاب میکند ولی زبانش به قرآن بلند است. گریه های او زبالین بینیاز، گوهر افشاندی به دامان نماز. اشک او برچی جبریل از زمین، همچون شبنم ریخت بر عرش برین. رشته آیین حق زنجیر پاس فرمان جناب مصطفی است. ورنگردی گردی تربتش گردیدمی، سجده ها بر خاک او پاشیدمی. اقبال میگه اگر این بت پرستی نبود، اگر این منهی عن نبود، من در برابر حضرت زهرا سجده می کردم. ای ردایت پرده ناموس ما، ای که چادرت پرده ناموس ما امت هست. ای ردایت پرده ناموس ما، تا به تو سرمایه فانوس ما. طینت پاکی تو ما را رحمت است، قوت دین و اساس ملت است. کودکی ما چون لب از شیر تو شست، لا اله آموختی او را نخست. می تراشد مهر تو اطوار ما، فکر ما گفتار ما کردار ما. یعنی تو آینه تمام نمای رفتار ما هستی، تو نمونه و الگوی سبک زندگی ما هستی در همه جهات. ای امین نعمت آیین حق، در نفسهای تو سوزد دین حق. آب بندی نخل جمعیت توی، حافظ سرمایه ملت توی. از سر سود و زیان سودا مزن، گام جز بر جاده آبا مزن. هوشیار از دست برد روزگار، گیر فرزندان خود را در کنار. فطرتی تو جذبه ها دارد بلند، چشم هوش از اسوه زهرا مبند. این آخرش همون محور آخر عرایض بنده است. دیگه صحبتی در اون محور ندارم، به همین بیان اقبال اکتفا میکنم که امروزه حضرت زهرا چه گره از کاری فروگرفته ما باز میکند، چه مشکلی ما را حل میکند. در دنیای مدرن تشنه معنویت است، تشنه اخلاق است، تشنه دیانت است. المشاکل دنیای مدرن فساد اخلاقی است، دوری از معنویت است، دوری از عبادت است، دوری از اخلاق است، دوری از رابطه خود و خدا هست. بین آسمان و زمین رابطه قطع شده است. زهرا ما را وصل میکند. زهرا حلقه وصل ما به مراکز معنویت است، اخلاق است، انسانیت است، شرافت است، کرامت است. چون خودش مرکزی ارزش ها و فضائل و معنویت است در تمام ساحات زندگی، فردی، خانوادگی، اجتماعی. درد ما را درمان میکند، نسخه شفا بخش هست. بیان اقبالم همین است. من در اون محور آخر دیگه عرضی ندارم. یک اشاره کوتاهی داشته باشم و توسلی به ذیل عنایت حضرت زهرا سلام الله علیها. السلام علیکم یا اهل بیت النبوة و معدن الرحمة و مختلف الملائکه. السلام علیک یا فاطمة الزهراء. السلام علیک یا بنت رسول الله. ایتها
الصديقة الشهيدة إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا هم بها يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله برا فرج امام زمان يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله برا رفع گرفتاری ها مشکلات از امت اسلامی از جامعه ایمون از شیعیان حضرت زهرا یا وجیهة عند الله اشفعي لنا عند الله نفسي على زفراتها محبوسة يا ليتها خرجت مع زفراتي این سوگنامه امیر المؤمنین است در مصیبت یگانه همسرش زهرا علی شکوه دارد علی میگه نفسهایم بند آمده است از مصیبت زهرا یا لیتها خرجت مع زفراتی ای کاش این نفس ها با جانم خارج میشد من دیگه بعد زهرا شاهد صحنه مظلومیت بچه های زهرا نباشم لا خیر بعدك فی الحیات و انما خطاب به زهرایش میفرماید زهرای من لا خیر بعدك فی الحیات و انما زهرای من دیگه روزگار برای علی خیری ندارد دیگه دنیایی بدون زهرا برای علی خیری ندارد اما علی اشک میریزد انما ابکی مخافت ان تطول حیاتی علی ناله میزند گریه میکند میگه مبادا من بعد از تو زنده بمانم این سوگنامه را از زبان علی براتون خواندم اما برم یک سوگنامه دیگری لحظه دفن زهرا وقت جنازه و بدن نازنین مطهر زهرا را دفن خاک نمود هنوز خاک نریخته رو کرد به قبر رسول خدا السلام علیک یا رسول الله عني وعن ابنتك النازلة بك ای رسول خدا از من و دخترت بر تو سلام باد الله حقت الى جوارک همون دختری که الان در جوارت به تو ملحق گردید اما پیامبر از من نپرس با زهرا چی که اما پیامبر از علی نپرس زهرا چی دید من میگویم پیامبر رسول خدا خودت از این دختر بپرس خودت ازش سوال کن فاحفظ السؤال واستخبر حال واستخبرها الحال رسول خدا من این امانت رو برگرداندم فقد لاحق رجعت الوداعت و اخذت
این آمد و تو گرفتی، ولی از حالش نپرس. از حال زهرا دیگه سوال نکن، ولی از خودش بپرس. زهرا به تو گزارش خواهد داد که چی کرد به این امت، به زهرا. در پایان عرض کنم زهرای امت رفت با تمام غربت و مظلومیت، ولی دو سه تا سوال را در برابر امت تا قیامت بی پاسخ گذاشت. زهرا چرا شبانه دفن شد؟ زهرا چرا شبانه تشییع شد؟ زهرا چرا، یعنی تنها یادگار دختر پیامبر چرا در میان امت اونقدر مظلوم باشد که شبانه دفن شود؟ او وصیت کرد شبانه دفن شود، شبانه کفن شود، شبانه تحنیط شود. این سوالی بی پاسخ تا قاف قیامت ادامه خواهد داشت از امت. سوال دیگر، زهرا رفت و تا امروز قبرش ناپیداست. این سوال دیگری بی پاسخ است، بیانگر مظلومیت زهراست. زهرا رفت ولی غریبانه و مظلومانه. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. نسألك و ندعوک باسمك العظیم الاعظم. یا الله، یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. پروردگارا، اسلام، مسلمین، پیروان مکتب تشیع هر جا هستند خدایا مؤید منصور بدار. شر اشرار و دشمنان اسلام به خودشان برگردان. در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما. سلامهای خالصانه ما را به محضرش ابلاغ بگردان. این مراسم تجلیل با شکوه را از ما و بانیان محفل خدای به کرمت به شایستگی قبول بفرما. مورد رضای حضرت زهرا سلام الله علیه و ائمه معصومین علیهم السلام قرار بده. شفاعت حضرت زهرا در آخرت نصیب ما بگردان. قبر احتمالی خودش را، زیارتش را برای ما نصیب بگردان. پروردگارا، به همه خدمتگزاران و اسلام و مسلمین، مراجع عظام تقلید، مخصوصا مرجع اعلای جهان تشیع حضرت آیت الله العظمای فیاض، توفیقات و طول عمر با برکت عنایت بفرما. از آفات و گزندها حفظ بفرما. پروردگارا، نعمت امنیت، عدالت، اخوت، صفا، همدلی، برادری و رفاه آسایش را برای مردم ما و جامعه ما ارزانی بدار. خدایا، از چنگ خشونت و ناامنی و جنگ و برادرکشی و ناامنی مردم ما را نجات مرحمت فرما. همه مشکلات و گرفتارها و بحرانهای این جامعه و این مردم را به نفع این مردم حل و فصل بگردان. خدای، اون چه خواستیم و نخواستیم تو از ما فی الضمیر همه ما آگاهی. حوائج مشروع این جمع بانیان محفل را برآورده به خیر بگردان. خدای، عاقبت همه ما را ختم به خیر بگردان. بالنبی و آله الفاتحه مع الصلوات. تشکر و قدردانی می‌نماییم از شخصیت علمی و اکادمی کشور، اندیشمند فعال جناب حجت الاسلام